من در طول 48 سال در همین جاده کار و فعالیت میبرم. هم به حیث علال خصوص به حیث آموزگار این ساحه اکتوری که اکتورها تیار میکنم، کارگردان ها تیار میکنم و به ضمن این از تئاتر دل کنده نمیتوانم. من اعضای همین کلکتیو هستم و ناگفته نماند درست معاش کم، درست 100%، درست بسیار مشکل، لیکن همین کس از صنف 9 علکه عاشق شدن به همین کسب. یعنی چی؟ اگر که شما عاشق شوید، اگر که شما چیزی در بالا گفتم با دلتون، با چشم دل اگر به همین ساحه نگاه کنید، همین ساحه محبت خان شما را نغز میخورند و خلاص. از این ساحه دل کنده نمیتوانند، لیکن دیگر کارهای شایسته که باید زندگی خود را بجا آورند مشغول هستند. چه دلاور سلطانوف، چه خواجه‌زاد، چه حکمت الله هدف، چه زمیره خان و چه دیگرهایی که در اینجا نشستند، یعنی حرکت میکنند که زندگی خود را شایسته گذرانده باشند و ناگفته نماند دم آش کم. لیکن اکتورهای ما در فیلم ها بازی میکنند، در کلیپ ها بازی میکنند، در مرکای توی سور برندگی میکنند. میفهمید؟ یعنی من 100% باوری کامل دارم که در دیگر جاده ها، در دیگر هنرها هم اگر انسان در نزد خود وظیفه ماند، همون وظیفه کوشش کند، زندگیش البته نظم می‌زند.